شرکت دانش بنیان دقت حرکت صنعت سبز پارسیان به عنوان یکی از شرکت‌های فعال در زمینه تولید قطعات و خدمات پس از فروش جایگاه‌های بنزین و CNG طی 20 سال گذشته مشغول به فعالیت بوده. در حال حاضر شرکت دانش بنیان دقت حرکت پارسیان تحت لیسانس شرکت TSC آلمان دستگاه بازیافت بخارات بنزین کهاب را تولید ملی کرده. تجهیزات تولیدی شرکت دانش بنیان دقت حرکت پارسیان در راستای صرفه‌جویی اقتصادی مصرف سوخت و اهداف زیست محیطی توسط مهندسین این شرکت با بهره‌گیری از قطعات اروپایی جهت بالا بردن کیفیت و راندمان دستگاه بازیافت بخارات بنزین طراحی و ساخته شده. تجهیزات تولیدی این شرکت به منظور حفظ ایمنی جایگاه در 2 یونیت ضد انفجار طراحی و ساخته شده. جهت حفظ راندمان تجهیزات 2 عدد پی‌اندی والو مسیر ورودی کلکتور میبایست روی 80 میلی بار کالیبره و نصب شود و 1 عدد پی‌اندی والو مسیر خروجی و هوای پاک روی 35 میلی بار. در هنگام ورود نفتکش به جایگاه نسبت به روشن کردن دستگاه اقدام کنید. پس از شروع به کارکرد دستگاه نسبت به مشاهده فشار هدر یا کلکتور اقدام نمایید. در صورت بالا نرفتن فشار هدر نسبت به چک کردن نشتی اتصالات و در پای مخازن جایگاه اقدام نمایید. پس از حصول اطمینان از بالا رفتن فشار مناسب هدر نسبت به چک کردن فشار کم مبرد گیج آبی رنگ روی دستگاه و فشار بالای مبرد گیج قرمز رنگ روی تجهیزات اقدام نمایید. فشار مناسب بسته به دمای محیط برای فشار کم مبرد 15 تا 25 و برای فشار بالای مبرد 170 الی 250 PSI می باشد. در صورت داشتن مشکل در این زمینه با کارشناسان فنی شرکت دقت حرکت پارسیان تماس بگیرید. جهت حفظ راندمان تجهیزات لوله کشی کهاب استیج 3 مطابق با نقشه ارسالی واحد فنی شرکت دقت حرکت پارسیان اجرا گردد و از وجود چک والو 3/4 اینچ در مسیر خروجی بنزین بازیافتی که به صورت افقی و در کمترین ارتفاع از درب مخازن باشد اطمینان حاصل فرمایید. دستگاه تولید شده این شرکت با توجه به طراحی انجام شده و تکنولوژی اروپایی به کار رفته درش برای تمامی اقلیم‌ها و آب و هوای ایران مناسبه. در یونیت الکتریکال این دستگاه کمپرسور با ظرفیت 5 اسب بخار بیتزر آلمان و یا فراسکولد ایتالیا استفاده شده. در این یونیت قطعات تکمیلی جهت حفظ ایمنی و افزایش راندمان تبریدی و افزایش عمر سایر قطعات شامل فیلتر، اویل پرشر، اویل پمپ، هیت اکسچنجر، ریسیور، شیر برقی، اکسپنشن والو و درای نیز استفاده شده. در یونیت الکتریکال تمامی قطعات با برندهای اروپایی استفاده شده. وجه تمایز این دستگاه وجود شیر انبساط شرکت دانفوس دانمارک برای تنظیم جریان گاز مبرد. جهت بالا بردن راندمان، بازیافت بیشتر بنزین و کاهش گازهای سمی و سرطانزا قسمت مکانیکال این دستگاه به صورت 2 قلو با لوله‌های مسی فیندار ساخته شدند. مطابق با تکنولوژی استفاده شده به صورت متوسط در تخلیه یک تریلی 32000 لیتری بنابر تجربه جایگاهداران گرامی که دستگاه تولیدی این شرکت استفاده کرده‌اند با توجه به میزان موجودی بنزین داخل مخازن جایگاه، دما و کیفیت بنزین جایگاه از حدود 25 الی 45 لیتر بنزین بازیافت بخاران آن است. دیسپنسرهای جایگاه‌های سوخت بنزین تجهیز شده به دستگاه کهاب استیج 2 به دلیل وجود پمپ‌های مکنده و نازل و شلنگ مخصوص بخارات موجود در خروجی باک‌های خودرو رو به مخازن جایگاه جهت بازیافت بخار آن و تبدیل به بنزین هدایت می‌کنه. با فعال بودن تجهیزات بازیافت بخارات بنزین، میزان غلظت گازهای سمی و سرطانزا به کمتر از 300 ppm کاهش پیدا می‌کنه که این موضوع پرسنل و مراجعین به جایگاه را از معرض گازهای سمی و سرطانزا مسئول می‌داره. سیستم دارای تابلو برق کاملا ایمن در مقابل ایجاد جرقه میباشد
همچنین دارای تایمر جهت خاموش شدن دستگاه بعد از سوختگیری تانکر به مدت زمان قبل تغییر در زمان استفاده از دستگاه میباشد.